خب لابد تو جریان آبروریزی اخیر رژیم هستین دیگه، رو شدن کپی برداریش در مورد ساخت که چه عرض کنم سرهمبندی چیزی به اسم سرود ملی. این هفته لو رفت که سرود ملی رژیم کپی برداری شده از سرود ملی کره جنوبیه. خب حالا هست، ولی این همه سر و صدا معلوم نیست برای چیه، مگه چه اتفاق عجیب غریبی افتاده. البته به نظر من دقیق ترین و واقعی ترین کار رو همینا کردن، چون که خب اصلا سرود ملی از سر رژیم زیاده. رژیم از قدیم با ملی و ملیت و اینا جن و بسم الله بوده. اسلام آمده است که این حرفای نامربوط رو از بین ببرد. افراد ملی به درد ما نمیخورند. اسلام با ملیت مخالف است. ولی خب بالاخره موفق شدن که یه چیزی درست بکنن که تحت عنوان سرود ملی لو بدن، که واقعیت خود نظام است. خب حکومت دزداست، سرودش هم باید دزدی باشه. بعدم که رفته از نظر فنی به اصطلاح کوک و اون تمپو سرعت و به قول موزیسین ها نواخت آهنگ را ازش نگذشته، عیناً کپی کرده. آخونده دیگه، یعنی وقتی میره سراغ قضیه آنچنان میگیره که دیگه ول نمیکنه. میگن آخونده داشت غرق میشد، هرچی بهش میگفتن که دست بده من نمیداد، داشت غرق میشد. آخری که میشنا گفت دست منو بگیر، آنچنان چسبید که با فرز هم جدا نمیشد. مشکلش فقط اینه که فکر این سالا رو نکرده بودن که ارتباطات پیشرفت میکنه، به قول معروف دهکده کوچک جهانی تشکیل میشه، این دزدی‌ها راحت رو میشه. تجربهش هم آخونده اینجوری نمیگیرن که دیگه دزدی نکنن ها. اینجوری میگیرن که از این بعد باید بازبینی بکنیم، با تکنیک‌های جدیدتری دزدی بکنیم.